یه روز کاری من به عنوان ترینر ورزشی همیشه صبحمو با آب بلرم، گلاب و یکم دانه چیا شروع می‌کنم. به گرم کردن دستگاه گوارشتون خیلی کمک می‌کنه. بعدش صبحانه‌مو حاضر می‌کنم که سعی می‌کنم پروتئین بالایی داشته باشه. 3 تا سفیده، یه زرده و نان توست پروتئینی که جمعاً 16 گرم پروتئین. بعدش میرم سراغ مکمل‌های مورد نیاز بدنم که شامل زینک، مگنیزیم، امگا 3 و کلسیم میشه. تو ببین بدنت به چی نیاز داره. نوبت وعده جذاب روزم یعنی ناهارمه. اینجا تقریباً 120 گرم سینه مزه‌دار شده رو تبدیل به یه مینی پیتزا کاملا رژیم و پرپروتئین کردم. بعدش یه میان وعده می‌خورم که برای قبل تمرینم هم حساب میشه. موز، شیره انگور و قهوه. اینم میان وعده دوممه که میبرم با خودم باشگاه. اینم خودم دارم فول انرژی میرم به سمت خونه دومم. اول که میرسم باشگاه برنامه‌هاتون رو مینویسم و بعد نوبت سانس اول شاگردامه. بعدش یه پارت تمرین میکنم. برنامه تمرینی من 4 روز در هفته است. اینم وعده بعد تمرینمه که واقعا دوستش دارم با 40 گرم پروتئین جانانه. نوبت سانس دوم شاگردام میرسه که تقریبا تا 9 شب طول میکشه و بعدش کاملا از هم گسیخته میرسم خونه. برای بعد شامم مرغ رو به صورت چرخ کرده استفاده کردم که یک تنوعی توی رژیمم بشه.